مقصود ما از تشکیل این نشست، یا درست‌تر بگم سلسله نشست ها که انشالله خواهیم داشت در آینده، در درجه اول این است که متفکران کشور، اندیشه ورزان کشور درگیر مسائل کلان کشور بکنن خودشون رو. کشور مسائل اساسی دارد، کارهای بزرگی هست که باید انجام بگیره، توانایی ها و ظرفیت های بسیاری هست که میتوانه در خدمت این حرکت عظیم انجام بگیرد. تحقق نخواهد یافت این مقصود مگر اینکه زبدگان، فرزانگان، اندیشه ورزان خودشون رو مرتبط کنند و درگیر کنند با این مسائل کلان. این باید اتفاق بیفته و انشاءالله این خواهد شد. یعنی مسئله تدوین الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت، این یکی از مسائل کلان ماست که البته این مسئله خود در دل خود 10 مسئله داره که حالا بعد عرض خواهم کرد. این رشته در مورد خصوص همین مسئله استمرار خواهد داشت و در کنار این مسائل کلان دیگری وجود دارد که بایستی مطرح بشه. هدف دومی که از تشکیل این جلسه ما داشتیم این است که یک فرهنگ و یک گفتمان اول در میان نخبگان و به تبع اون در سطح عموم جامعه به وجود بیاد. همین حرفایی که شما امشب بیان کردید، همینها وقتی در سطح جامعه منتشر بشود، ذهن نخبگان را و سپس ذهن عموم مردم را به یک سمت اساسی سوق خواهد داد. اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، عیوب وابستگی و تکیه کردن به الگوهای بیگانه، اینها گسترش خواهد یافت. ما به این امروز احتیاج داریم. متاسفانه جامعه نخبگانی ما هنوز در بخش‌های مهمی از این مسئله به یک نتیجه صحیح و درست نرسیدند که این باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد به حول و قوه الهی. هدف سوم ما همین است که ما بالاخره برای اداره آینده کشور در 10 سال آینده کشور لازم جاده سازی کنیم، ریل گذاری کنیم. این جلسه و جلسات مشابه به این ریل گذاری و جاده سازی منتهی خواهد شد. اینا اهداف ماست از تشکیل این جلسه و جلسات بعدی که انشالله تشکیل خواهد شد. البته اینی که ما میگیم ایرانی یا اسلامی مطلقاً به این معنا نیست که ما از دستاوردهای دیگران استفاده نخواهیم کرد. نه، ما برای به دست آوردن علم هیچ محدودیتی قائل نیستیم برای خودمون. هر جایی که علم وجود دارد، معرفت درست وجود دارد، تجربه صحیح وجود داره، به سراغ او خواهیم رفت. منتها چشم بسته و کورکورانه چیزی رو از جایی نخواهیم گرفت. استفاده میکنیم از همه اونچه که در دنیای معرفت وجود دارد و میشه از اون استفاده کرد، استفاده خواهیم کرد. سوالاتی مطرح هست که بعضی از این سوالات اینجا مطرح شد و پاسخ داده شد که من اونها رو تکرار نمی کنم. حرفای خوبی زده شد، هیچ لزومی نداره. من البته مجموعه کارهایی رو که انجام گرفته قبلا دیده بودم، حالا هم با دقت مجددا گوش دادم و بسیار حرفای خوبی مطرح شد در اینجا. بعضی سوال میکنن که آیا این مقطع زمانی به چه مناسبت؟ چرا قبلا
این کار انجام نگرفته، یا چه ضرورتی وجود دارد که حالا این کار انجام بگیره بعد از آنی که اصل ضرورتش رو قبول میکنند و قبول دارن. خب ما فاصله زیادی نشده است، این 30 سال زمان زیادی نیست برای این فرایندی که حتما طی خواهد شد برای ایجاد و تدوین یک چنین الگویی. یعنی زمان طولانی نیست، تجربه ها متراکم میشه، معرفت ها انباشته میشه، اوضاع و احوال سیاسی اقتضا میکنه و به نقاطی میرسیم که مجهول بوده است و اینها رو انشاءالله معلوم خواهیم کرد. ما در این مقطع به نظر من ظرفیت کشور یه ظرفیت مناسبی است. البته گفته شد که ما توانایی فکری برای تدوین چنین الگویی رو نداریم، نمیتونیم قبول کنیم این رو. ظرفیت‌های کشور ظرفیت‌های زیادی است، تا اون حدی که حالا ما بنده یعنی اطلاع پیدا میکنم به نظرم ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود داره، هم در حوزه دانشگاهی، هم در حوزه علمیه قم و بعضی حوزه‌های دیگر ظرفیت‌های بسیار خوبی هست، ظرفیت‌های بالفعل شده خوبی هست. علاوه بر این استعدادهایی وجود دارد، ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌شود اینها رو با مطالبه بالفعل کرد، اینها رو آورد وسط میدان. ما اگر امروز شروع نکنیم این کار رو و دنبال نکنیم این کار رو، مطمئناً عقب خواهیم موند و ضرر خواهیم کرد. لذاست که باعث حتما این حرکت که اینجور طراحی شده پیش بریم. اونچه که باز من اینجا اضافه میکنم، ببینید عرصه های این پیشرفت رو به طور کلی بایستی مشخص بکنیم. 4 عرصه اساسی وجود دارد که عرصه زندگی که شامل عدالت و امنیت و حکومت و رفاه و این چیزها میشه، یکی از این 4 عرصه است. این 4 عرصه در درجه اول عرصه فکر است، پیشرفت در عرصه فکر. ما بایستی جامعه رو یک جامعه متفکر، به سمت یک جامعه متفکر حرکت بدیم. این هم درس قرآنی است. در قرآن ببینید افلا یتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون. چقدر در قرآن داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی رو در جامعه خودمون یک حقیقت نمایان تبدیل کنیم به یک حقیقت نمایان و واضح. این البته از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم، پیشرفت در زمینه فکر. خب البته این راهبردهایی دارد، الزاماتی داره، ابزار کار آموزش پرورش است و رسانه ها که باید در برنامه ریزی ها اینا همه لحاظ بشه و بیاد. عرصه دوم که اهمیتش کمتر از این عرصه اول است، عرصه علم است. در علم باید ما پیشرفت کنیم که البته علم هم خود محصول فکره. هیچ نبایستی در همین زمان کنونی در حرکت به سمت پیشرفت فکری هیچ نبایستی توانی و کوتاهی و کاهلی به وجود بیاد. خب خوشبختانه چند سالی است که این حرکت در کشور شروع شده. نوآوری علمی و حرکت علمی و به سمت استقلال علمی حرکت کردن که بلافاصله هم علم اینجوریست دیگه، بلافاصله در قالب فناوری ها و اینها خودش رو نشان میده. یعنی موارد زیادی محصول حرکت علمی هم مثل این مسئله مورد بحث ما از چیزای بلند مدت نیست، نزدیکتر و ثمره او دم دستتر هست. کار علمی رو بایستی کار عمیق و بنیانی، این هم یک عرصه پیشرفته.
عرصه سوم عرصه زندگی است که عرض کردیم در مسئله زندگی یعنی همه چیزهایی که در زندگی یک جامعه به عنوان مسائل اساسی و خطوط اساسی مطرحه، اینها همه در همین عنوان عرصه زندگی می گنجه، مثل امنیت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل استقلال، مثل عزت ملی، مثل آزادی، مثل تعاون، مثل حکومت. اینا همه زمینه های پیشرفت است که باید به اینها پرداخته بشه. و عرصه چهارم که از همه اینا مهمتر است و روح همه ایناست، عرصه معنویت، پیشرفت در عرصه معنویت. ما بایستی این الگو رو جوری تنظیم کنیم که نتیجه اون این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر پیش بره. و البته این در جای خود برای ما روشنه، شاید برای خیلی از حضار محترم هم روشنه و باید البته برای همه روشن بشه که معنویت نه با علم، نه با سیاست، نه با عرض کنم که عرصه های دیگر، نه با آزادی هیچ منافاتی نداره. معنویت روح همه این هاست. میتوان قله های علم رو صاحب شد و فتح کرد با معنویت. معنویت هم وجود داشته باشه، علم هم وجود داشته باشه. دنیا در اون صورت دنیای انسانی خواهد شد، دنیایی خواهد شد که شایسته زندگی انسانه. این دنیای امروز دنیای جنگلی است، دنیایی که در او علم همراه باشه با معنویت، تمدن همراه باشه با معنویت، ثروت همراه باشه با معنویت. این دنیا دنیای انسانی خواهد بود. البته نمونه کامل این دنیا در دوران ظهور حضرت بقیت الله ارواحهم فدا اتفاق خواهد افتاد و از اونجا من این را عرض بکنم، اینجا هم از اونجا دنیا شروع خواهد شد. ما امروز در زمینه‌های مقدماتی عالم انسانی داریم حرکت میکنیم. ما مثل کسانی هستیم که در این پیش و خم‌های کوه‌ها و تپه‌ها و راه‌های دشوار داریم حرکت میکنیم که برسیم به بزرگراه. وقتی رسیدیم به بزرگراه تازه هنگام حرکت به سمت اهداف والاست. بشریت داره از این کوره راه‌ها حرکت میکنه در طول این چند هزار سال عمر بشر تا برسه به بزرگراه. به بزرگراه که رسید که اون دوران ظهور حضرت بقیت الله، اونجا حرکت اصلی انسان آغاز خواهد شد، حرکت سریع انسان آغاز خواهد شد، حرکت موفق و بی زحمت انسان آغاز خواهد شد که زحمت فقط عبارت است از همین که انسان این راه رو حرکت کنه و بره. حیرتی دیگه در اونجا وجود نخواهد داشت. به هر حال این چهار عرصه پیشرفت است که ما باید در این الگویی که انشاءالله شماها دنبال میکنید و حالا عرض میکنیم سازوکار دنبال کردن این هم تا حدودی به نحو اجمال برامون روشن هست و خواهیم گفت، در این عرصه ها باید پیش بریم. در باب محتوای اسلامی خب دوستان اشارات خیلی خوبی داشتند. اولین مسئله‌ای که باید در نظر گرفته بشه مسئله مبدأ است، مسئله توحید. انا لله و انا الیه راجعون. این اولین مسئله است. مهمترین مشکل دنیایی که امروز رنگین ترینش در غرب متجلی است و به او داریم اشاره میکنیم، مهمترین مشکلشون جدایی از مسئله خدا و اعتقاد به خدا و التزام به اعتقاد به خدا. حالا اعتقاد ظاهری و سوری و اینها شاید هست، لکن التزام نیست به این اعتقاد به خدا.